He knows you're coming. Copy that. با سلام خدمت همه دوستان عزیز. اینجا به کانال اپیک رایزرز، خانه گیمرها خوش اومدید. کال آف دیوتی مدرن وارفار 3، دریافت بهترین حس از بازی‌های شوتر اول شخص بدون نیاز به اندکی فکر کردن به عنوان بازی کال آف دیوتی در ذهن شما تعلق خواهد گرفت. فرانچایزی که هر سال با ساخت نسخه‌های جدید طرفدارانش رو غافلگیر و مبهوت گرافیک خودش میکنه. اکتیویژن پس از انتشار چندین تیزر و یک تریلر حالا به صورت رسمی از بازی کال آف دیوتی مدرن وارفار 3 رونمایی کرد. این بازی دنباله مدرن وارفار 2 مربوط به سال 2022 محسوب میشه و اکتیویژن برای اولین بار در سالهای متوالی یک داستان رو ادامه داده است. در مدرن وارفار 3 یک بار دیگه شاهد گروه تاسک فورس 141 هستیم که برای سرنگون کردن ماکاروف دوباره به دور یکدیگه جمع میشن و کاپتان پرایس اونها رو رهبری میکنه. داستان بازی به عنوان تاریک و ناخوشایند توصیف شده. علاوه بر مأموریت‌های سنتی که این سری با اونها شناخته میشه، بازی کال آف دیوتی مدرن وارفار 3 دارای موارد جدیدیه که به اونها مأموریت‌های اوپن کامبت گفته میشه. بازیکنان میتونن این مأموریت‌ها رو به طور مخفیانه یا جنگ مستقیم انجام بدن. در بخش چند نفره بازی دارای 16 نقشه خواهد بود که در مدرن وارفار 2 نیز حضور داشتند. با این حال اکتیویژن اونها رو مدرن کرده. همچنین چندین نقشه جدید 6 نفره بعداً از طریق کمپین ها به اون اضافه میشن. برای حالت زامبی مدرن وارفار 3 بزرگترین نقشه خودش رو ارائه کرده. نکته قابل توجه دیگه اینه که تریارک، تیمی که خالق حالت زامبی فرانچایز اکتیویژن بود، این حالت رو برای بازی کال آف دیوتی مدرن وارفار توسعه میده. طبق معمول رازهایی برای کشف تو اون وجود داره و یک داستان غیر زمینی رو روایت میکنه. بازی کال آف دیوتی مدرن وارفار 3 در 19 آبان ماه برای پلی استیشن 4 و 5، ایکس باکس وان و سری ایکس و اس و پی سی منتشر خواهد شد. لطفاً برای ما نظرات و پیشنهادات خودتون رو کامنت کنید تا ما با سلایق و علایق شما ویدیوهای خودمون رو تولید کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.